خوش اومدین به کاخ گلستان. سلام، اسم من معینه. خیلی خوش اومدین به کانال من. امروز اومدم کاخ گلستان و قراره عمارت‌هاشو بهتون نشون بدم و تا قبلش مثل همیشه یه تاریخچه بهتون میگم. تهران روستای کوچیک پردار و درختی بوده که از اعتبار و وسعت ری بهره مند می‌شده. قدیمی‌ترین نوشته‌ای که به این روستا اشاره کرده متعلق به 1200 سال پیشه. حدود 500 سال پیش، زمانی که شاه طهماسپ صفوی به خاطر زیارت شاه عبدالعظیم و حضرت حمزه که حالا جد بزرگ صفویان بوده بین پایتختش قزوین و ری داشته جابجا می‌شده، شکارگاه‌های خوب اطراف تهران نظرش رو جلب می‌کنن و به این روستا علاقه‌مند میشه و دستور میده که دورش یک دیواری بکشن، یک حصاری بکشن که محدودش مشخص بشه و هم از گزند حمله در امان بمونه. که این دیوار در واقع میگن که 114 تا برج داشته به تعداد سوره‌های قرآن. بعدها شاه عباس میاد با ساخت عمارت‌های حکومتی و محصور کردنشون ارگ حکومتی رو تو تهران به وجود میاره و به تهران به عنوان یک شهر رسمیت میبخشه. حدود 250 سال پیش تو دوران کریم خان زند، تهران به عنوان مرکز عملیات سپاه مورد استفاده قرار میگیره. بعدها چون کریم خان در نظر داشت پایتختش رو به تهران منتقل بکنه، اولین ساخت و سازهای رسمی کاخ گلستان شروع میشه. بعد از غلبه سپاه زند بر مدعیان تاج و تخت، کریم خان از اقامت در تهران منصرف میشه و شهر شیراز رو به پایتخت انتخاب میکنه. سالها بعد از پیروزی آقا محمد خان، به دلیل موقعیت استراتژیکی تهران و نزدیکیش به گرگان که مقر ایل قاجار بوده، آقا محمد خان میاد سند پایتختی تهران رو امضا میکنه. حالا کاخ گلستان کجای داستان ارگ قدیمی بوده؟ میگیم که عمارت‌های داخل کاخ گلستان مدتی بعد از احداث ارگ به مرور برای مستقر شدن دستگاه حکومتی ساخته و تکمیل شدن. به گفته برخی اولین بنای کاخ گلستان به دست شاه سلیمان صفوی ساخته شد، اما در حال حاضر قدیمی‌ترین بنایی که در واقع وجود داره توی مجموعه ایوان تخت مرمر هستش که به دوران زندیه برمیگرده، یعنی چیزی حدود 250 سال پیش. البته اسم این کاخ بیشتر با سلسله قاجار عجینه، چرا که مرکز اصلی حکومت قاجار اینجا بوده و بیشتر عمارت‌ها در زمان این سلسله ساخته شدن. این کاخ تو دوره پهلوی مرکزیت سلطنتی خودش را از دست میده و بیشتر برای مراسم تشریفاتی و استقرار بعضی از ادارات در واقع کاربرد داشته. عمارت‌های این کاخ مثل تمام خانه‌های سنتی ایرانی شامل دو قسمتن، اندرونی و بیرونی. قسمت بیرونی مربوط به امور حکومتی و مراسم بوده و اندرونی که از دیواره شمالی این مجموعه تا خیابان سوره اسرافیل فعلی کشیده شده به مرور زمانی از بین رفته. قسمتیش هم بعد از روی کار اومدن رضا شاه به دلایل متعدد از جمله کم کردن هزینه‌های دربار تخریب میشه. اولین جایی که رفتم ایوان تخت مرمر بود که قدیمی ترین بنای مجموعه است و ساخت اولیش توسط کریم خان انجام شده. آقا محمد خان قاجار بعد از لشکرکشی به شیراز و ویران کردن قصر وکیل، ستون‌های مرمر، آینه‌های قدی و درهای خاتمکاری اون قصر رو به تهران میاره و در ساخت دوباره ایوان مرمر به کار میبره. خاتمکاری حالا چیه؟ خاتمکاری هنر آراستن سطح اشیا و مثلث‌های ظریفی از مواد مختلفه که جنس و رنگ‌های متفاوتی دارن، مثل انواع چوب، صدف، استخوان، عاج و فلزهایی مثل نقره، آلومینیوم، مس و برنج. در نتیجه این کار آقا محمد خان سقف بنا به اندازه ستون‌های مرمری بلندتر میشه. این بنا تو دوره قاجار برای برگزاری مراسم‌های مختلفی از جمله مراسم بار عام، سلام و تاجگذاری استفاده می‌شده. حالا مراسم بار عام چیه؟ مراسمی بوده برای انتقال مشکلات و مسائل مردم به پادشاه که تو اون به گروهی از مردم اجازه ملاقات بی‌واسطه با شاه و درباریان داده می‌شده. فتحعلی‌شاه برای برگزاری مراسم بار عام دستور می‌داده تخت جواهر نشانش که همون تخت طاووس و تخت خورشید بوده رو به ایوان مرمر منتقل بکنن تا با جلوس بر اون مراسم رو نظاره کنه. از اونجایی که جابجایی این تخت و جواهرات گرانبهاش برای هر مراسم کار سختی بوده و باعث تخریب اون می‌شده، فتحعلی‌شاه دستور ساخت تختی از مرمر رو میده که به صورت ثابت تو این ایوان قرار بگیره. نقاشی‌های پورتری روی شیشه هم که تو این بنا می‌بینین هدایای سفرای خارجی بوده به فتحعلی‌شاه قاجار. اعلام سلطنت رضا شاه در سال 1304 خورشیدی هم تو این مکان انجام میشه که بدون هیچ تجملاتی تغییر سلطنت رو اعلام میکنه. اتاق‌هایی که در دو انتهای ایوان قرار دارند گوشواره یا اتاق نقاشخانه نام دارند و مخصوص انتظار مهمانان دربار و سفرا بودند.
در کنار ایوان تخت مرمر خلوت کریم خانی قرار داره. خلوت کریم خانی یا جلو خان یکی از بناهای دوران کریم خانه که تو اون زمان راه عبور از اندرون و باغ به دیوان خانه و تالار تخت مرمر بوده، ولی در زمان ناصرالدین شاه که بنای جدید تالار سلام ساخته میشه قسمت اعظم اون تخریب میشه. نکته جالب راجع به پله‌های این بنا اینه که آقا محمد خان دستور میده قبر کریم خان رو بشکافن و استخوان‌هاش رو در بیارن و زیر پله‌های سمت راست این خلوت دفن بکنن تا در ترددهای روزانه لگدکوب بشه. بعدها رضا شاه دستور میده استخوان‌های کریم خان رو بعد از 150 سال در بیارن و در محل مناسبی دفن بکنن. در نتیجه این کار بزرگان خان زند به پاس قدردانی شمشیر کریم خان رو همراه با نامه تشکر به رضا شاه تقدیم کردند. گفته میشه ناصرالدین شاه این گوشه رو بسیار دوست داشته و اغلب تو این مکان خلوت میکرد و قلیان میکشیده. در حال حاضر تو این بنا میتونین دومین تخت مرمر فتحعلی‌شاه قاجار رو ببینین که برای مراسم غیر تشریفاتی استفاده میشده و همچنین سنگ قبر ناصرالدین شاه که بعد از انقلاب از شهر ری به این مکان منتقل شده. این عمارت بعد از اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ همراه با بنای کاخ اصلی ساخته میشه که ابتدا حوضخانه کاخ اصلی به حساب می اومده. در معماری عمارت‌های قدیمی حوضخانه فضای واسطه بین درون و بیرون بنا بوده که هوای خنک‌تری نسبت به باقی قسمت‌ها داشته. در دوره پهلوی دوم بعد از تعمیرات جهت مراسم تاجگذاری پادشاه، نگارخانه به عنوان انبار موزه مورد استفاده قرار گرفته. در حال حاضر هم تبدیل به یک گالری شده که شامل نقاشی‌های دوره قاجاریه و زندی است. یه تاریخچه‌ای از این عمارته که بخوام براتون بگم اینه که ناصرالدین شاه در ماه‌های گرم سال در چادرهایی که برای اون در شهرستانک نصب می‌کردن منزل می‌کرد. در سال 1294 قمری دستور داد کاخی تو این منطقه احداث بکنن. این کاخ دارای دیوانخانه بزرگ و اندرونی و چندین حمام و حوض بود که فواره‌هایی از طریق آب رودخونه میومد و دوباره به رودخونه برمیگشت. پس از سقوط قاجاریه این کاخ به دلیل بی‌توجهی، شرایط جوی نامناسب و غارت و تخریب انسانی رو به ویرانی رفت تا در سال 1348 خورشیدی عنوان اقامتگاه موقت کوهنوردان بازسازی شد. جالبه بدونین که تو فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده. کاخ اشرت‌آباد یا عمارت کلاهفرنگی اشرت‌آباد به صورت یک برج 4 طبقه در میان باغ اشرت‌آباد در شرق تهران کنونی به فرمان ناصرالدین شاه ساخته شد. در میانه باغ حوض و چشمه و فواره‌های گوناگون وجود داشته و دور تا دور این حوض بزرگ نزدیک به 30 خانه کوچک 2 اتاقه به شکل نیم دایره ساخته شده بود که در و پنجره چوبی اونها به سوی مرکز حوض باز می‌شد و در هر یک از اونها یکی از زنان شاه زندگی می‌کرد. از کاخ‌های ییلاقی ناصرالدین شاه بوده و بیشتر مکان برگزاری مراسم عروسی و تفریحات شاه بوده. پس از سرنگونی دودمان قاجار در اختیار نهادهای نظامی قرار میگیره و در حال حاضر در اختیار سپاه پاسداران قرار داره. جالب بدونین که این کاخ هم به عنوان آثار ملی به ثبت رسیده. این عمارت هم همراه با نگارخانه ساخته شده و ابتدا حوضخانه بوده، اما در دوره پهلوی دوم هدایای اهدایی از اروپا از تالار سلام یا همون تالار موزه به این عمارت منتقل شدن و تبدیل به موزه مخصوص شده. قبل از اینکه بنای کاخ اصلی به صورت اینی که هست ساخته بشه، عمارتی به نام الماسیه وجود داشته که به عنوان کاخ حکومتی استفاده می شده. اما ناصرالدین شاه بعد از دیدن کاخ‌های با شکوه اروپایی تصمیم میگیره مکانی به عنوان موزه و برگزاری مراسم تشریفاتی از جمله مراسم سلام بسازه. پس دستور میده تالارهای قدیمی و جدید رو یک پارچه بکنن و ظاهر کاخ به صورت اینی که الان میبینین در میاد. یک کاخ اصلی با 5 تالار شامل تالار سلام یا همون تالار موزه، تالار آینه، تالار عاج، تالار ظروف و تالار برلیان با 2 حوضخانه قرینه زیر تالارها.
ارتباط قاجاری‌ها با اروپا باعث ایجاد تفکرات مدرن در زمینه‌های مختلف شد. بنابراین در جزئیات معماری این کاخ هم سبک ایرانی و هم شیوه‌های مدرن اروپایی رو می‌تونین ببینید. اینجا تالار موزه است که به عنوان اولین موزه برای به نمایش گذاشتن اشیاء نفیس ساخته شد. ولی وقتی اولین سلام نوروزی تو اون برگزار شد، بعد از اون بهش تالار سلام هم میگفتن. مراسم تاجگذاری رسمی پهلوی اول هم تو این مکان صورت میگیره. بعدها برای تاجگذاری پهلوی دوم تغییراتی تو این تالار میدن و از اون به بعد بهش تالار تاجگذاری هم گفته میشده. در انتهای تالار ماکت 3 شیء نفیس سلطنتی یعنی تخت طاووس، تخت نادری و تاج کیانی رو میتونین ببینین که واقعیشون تو موزه جواهرات نگهداری میشه که به زودی ویدیو ازش درست میکنم و اونجا براتون کامل توضیح میدم. تالار آینه که کمال‌الملک یه نقاشی معروف هم ازش کشیده، همزمان با تالار سلام ساخته میشه. انجام تزئینات این اتاق با توجه به قصیده‌های نوشته شده در محل تلاقی دیوار و سقفش حدود 8 سال طول کشیده. طبق شواهد تالار عاج قبل از تالار سلام و آینه ساخته شده که برای پذیرایی از مهمان‌ها در مراسم دربار کاربرد داشته. در دوره ناصرالدین شاه تغییراتی تو اون میدن که با 2 تالار دیگه هماهنگ بشه. مثلا اینکه ایوان 6 ستونش رو حذف میکنن و به فضای تالار اضافه میکنن. بهش میگن عاج، یا به خاطر اینکه عاج‌های فیلی اهدایی دربار هند توشه، یا اینکه عاج به معنی ترکی میشه گرسنه و اینجا هم خب محل پذیرایی بوده دیگه. این تالار در گذشته حد واسط اندرونی و بیرونی مجموعه بوده، ولی در دوره پهلوی دوم به این شکل در اومد و به موزه ظروف تبدیل شد. تالار به دستور ناصرالدین شاه به جای تالار بلور ساخته میشه. در دوره مظفرالدین شاه به خاطر شکستگی که در این عمارت ایجاد شده بود تغییرات بنیادی تو اون داده میشه. این عمارت همچنین به عنوان اسکان و خوابگاه احمد شاه آخرین پادشاه قاجار به کار میرفت. در دوره پهلوی از این تالار برای برگزاری مهمانی‌های دربار و جلسات رسمی با سران دولت‌های خارجی استفاده میشد. فرمان افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی توسط مظفرالدین شاه هم تو این اتاق ابلاغ میشه. شمس‌العماره یا عمارت خورشید به دستور ناصرالدین شاه اما با طرح، نقشه و حتی هزینه شخصی دوستعلی خان معیرالممالک خزانه‌دار پادشاه در طول 2 سال ساخته شد. عکس‌ها و نقاشی‌هایی که از شمس‌العماره وجود داره حوض دایره‌ای بزرگی رو جلوی بنا نشون میده که بهش دریاچه میگفتن و قایق‌های کوچیک چرخداری برای تفریح پادشاه و همسرانش روی اون شناور بوده. ولی در زمان رضا شاه به دلیل حشرات فراوانی که اطرافش جمع می‌شده اون حوض رو تخریب میکنن. از کاربردهای این عمارت 5 طبقه میشه به تماشای تهران از فراز باغ گلستان، پذیرایی از مقامات سرشناس و مدتی به عنوان تالار سلام و محل مراسم بارام اشاره کرد. حالا چرا بهش میگن عمارت خورشید؟ چون به وقت طلوع آفتاب درخشش مضاعفی پیدا میکرده. طبقه اول این بنا شامل ایوان، تالار پذیرایی و 2 گوشواره در 2 طرفه که گوشواره اول اتاق انتظار و گوشواره دوم تلگرافخانه شخصی ناصرالدین شاه بوده. عمارت بادگیر در دوره فتحعلی شاه به عنوان یک بنای تابستانه در بیرون ارگ سلطنتی ساخته شد. در دوره ناصرالدین شاه بعد از تغییرات زیاد به جمع عمارت‌های ارگ سلطنتی اضافه شد و جلسات مهم صدراعظم‌ها تو اون برگزار می‌شد. جالبه بدونین که تاجگذاری مظفرالدین شاه هم تو این عمارت برگزار شده. 2 گوشواره در 2 طرف داره که محل انتظار بودن. در طبقه پایینش حوضخانه است که الان تبدیل به عکسخانه شده و مجموعه عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته رو میتونین توش ببینین. جالبه بدونین که مجموعه آلبوم‌های سلطنتی که تو آلبوم خانه گلستان نگهداری میشه دومین مخزن بزرگ عکس بعد از مجموعه آلبوم‌های سلطنتی انگلستانه.
عمارت چادرخانه تا قبل از دوره ناصرالدین شاه به عنوان زینخانه برای نگهداری زینها و یراقالات سلطنتی استفاده می‌شد، اما چون بعدها برای نگهداری چادرهای سلطنتی مورد استفاده قرار گرفت چادرخانه نامیده شد. البته چادرخانه منظور چادر برای اتراق پادشاهان، نه این چادرهای برای پوشش. در حال حاضر هم به عنوان نمایشگاه‌های موقت ازش استفاده میشه. تالار الماس از بناهای قدیمی مجموعه است که به دستور فتحعلی شاه به عنوان یک بنای اداری ساخته شد. در دوره ناصرالدین شاه هم به عنوان پذیرایی از سفرا استفاده می‌شده. به خاطر آینه‌کاری‌های درخشان و الماس مانندش به عمارت الماس مشهور شد. در طی جنگ 8 ساله ایران و عراق هم در اثر برخورد موشک به نزدیکی این عمارت دچار آسیب شد و بعداً مرمت شد. احتمال میره طبق چیزی که خوندم برای که شاه سلیمان صفوی ساخته بوده در محدوده همین عمارت باشه. کاخ ابیض جوان‌ترین عمارت مجموعه در دوره قاجار به حساب میاد که اواخر دوره ناصرالدین شاه به جای برج متروکه آقا محمد خان ساخته شد. داستان ساختش اینه که چون ناصرالدین شاه جایی برای هدایای سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی نداشت، دستور داد این کاخ رو بسازن و همین خاطر به تالار عبدالحمید هم معروف شد. بعدها به دلیل نگهداری وسایل عزاداری تکیه دولت به تالار عاشورا هم معروف میشه. در داخلش برای اولین بار در ایران از کاغذ دیواری استفاده کردن. حالا چرا بهش میگن ابیض؟ به خاطر نمای سفید رنگ و پله‌های مرمری سفیدش که خب ابیض هم به عربی میشه سفید دیگه. ابتدا به عنوان محل اشتغال صدراعظم‌های ناصرالدین شاه و دولت‌های بعد استفاده می‌شده. در دوره احمد شاه به محل کار پادشاه تبدیل میشه و مراسم بار عام رو پادشاه تو اینجا برگزار میکنه. در دوره پهلوی دوم به هنرهای زیبای کشور اختصاص پیدا میکنه و محلی برای تشکیل نمایشگاه‌های موقتی و محل فعالیت اداره کل موزه‌ها میشه. در سال 1347 هم به عنوان موزه مردم شناسی افتتاح میشه.